ما رمضون فصل آشتی ما با خداست. این یه حرف کلیشه‌ای و تکراریه، اما کی بهش عمل میکنه؟ کی سراغش میره؟ باور کنیم بعضی ظنا گناهه، بعضی تصورا خطاست. این مثل من نیست، این اینجوری فکر نمیکنه، این اینجوری نیست، این ظنا گناهه. ما رمضون اومده اصلاح کنه این رفتارای ما رو، این رفتارای منو از خودم دارم شروع میکنم. چرا نگاهمون به بنده های خدا اونجوری که خدا و اهل بیت میخوان نیست؟ مطابق سلیقمونه. بیایم ما رمضون رو بهار آشتی با اون چیزی که واقعا خدا گفته قرار بدیم. نمیدونم میدونستی این پلاتو یه آیه قرآنه یا نه؟ خیلی از گمانهایی که ماها عزیزان نسبت به هم دیگه داریم میکنیم، افراد نسبت به هم دیگه، خانواده ها نسبت به هم دیگه، مسئولین نسبت به هم دیگه، احزاب نسبت به هم دیگه، اینا گناهه. میرن تو زندگی های هم دیگه میخوان آتو بگیرن، زیر پای همو خالی کنن، زیر پای هم دیگه رو خالی بکنن. تحت عنوان رسانه میخواد مثلا افشاگری بکنه، میان شروع میکنن غیبت هم دیگه رو میکنن. آقا غیبت به لحاظ فردیش، به لحاظ جمعیش، غیبت کردن حرامه. انشالله تو ماه مبارک رمضان یه جوری بشه این اتفاقات نیفته به فرمان شما. انشالله که این اتفاق بیفته. ولی دست به نقد. کی میدونه این آیه‌ای که من اشاره کردم رو پلاتو آیه رسالت بوذری، کی میدونه کدوم آیه رو دارم میگم؟ حاج آقا شما که بلند شدین، شما حاج آقا شما جواب میدین؟ بله بله. پسرتون جواب میدن. حافظ. من اولشو میخونم. یا ایها الذین آمنو. ادامه. ولا تجسسوا ولا یکتب بعضكم بعضا ادامه. ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. باریکالله باریکالله، احسن باریکالله. احسن. ببینم حاج آقا گوش به اون این آیه 12 سوره مبارکه. آیه چند کجاست؟ 12 سوره حجرات. سوره حجرات. الان یه حاج احمد تشویق بخونه دیگه. بفهمی یعنی چی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله. طیب الله. اسمت چیه؟ اسم صلاح الدین. چی؟ اوتیسم. چی اسمش چی؟ صلاح الدین. صلاح الدین. صلاح الدین چی؟ صلاح الدین سواری. 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 مریضی داره. آره اوتیسم. اوتیسمه. صلاح الدین سواری اوتیسمه. حافظ کل. بیاین پایین بیاین پایین بیاین پایین، تشریف بیارین تشویقشون کنین. شما بیاین پایین. خب حاج آقا بله. دست به جیب بشین بابا. به آره، نظرم میام پایین گرچه دست از به جیب. آخوندا چیزی گرفتن کار سختیه ولی دست به جیب بشین. آقای بوذری اصلاح بفرمایید. میگه که گرفتن از آخوندا سخته، نه محاله. ببین اینا مثل الان شانتاج نکن. دست به جیب دست به نقد. اونو که اینجا حاج احمد مثل الان دست به بگی جیب دست الان به روزه. نقد. بیا. مبارکتون باشه مبارکتون باشه. ممنونم آقا. اینجا یه کلام بگم برای. مبارکتون باشه. چقدر خوشحال شد. ولی اینجایی که میگه والا تجسسو،
تجسس داریم و تحسس. اونجایی که میگه فتحسسوا من یوسف و اخی، یه نقطه فرق داره ولی یه عالمه فرق داره. یه موقع شما میرید میگورید، به قول معروف میخواید یه نکته خوب در بیارید، این میشه تحسس. یه موقع از تجسس میکنید. تجسس یعنی میرید خلاصه میکاوید زندگی یه نفر رو که این نکته آتوی یه چیزی گیر بیارید که بعداً یه جا خرجش کنید. ولا تجسسوا، تجسس نکنید، تحسس کنید. خیلی ممنونم. صلاح الدین جان سلام عزیزم. سلام. خوبی؟ سلام عزیزم. خوش اومدی. قربانت. شما نگو پدر، بذار من ببینم چیکار میکنن. تکراریه دیگه. یعنی کلماتو تکراری میگه دیگه. آره تسمه دیگه. چجوری پس قرآن رو حفظ کرده؟ والله نمیدونم ما هم حفظ متوجه کردن یا این نه من الان خودم هم حفظ نمیدونم شدن. واقعا. شنیدنه. شما که کاری نکردی. نه کار نکرد. الله. این واقعیت. نه من الان که باور نمیکنم. شما هیچی نگو آج آقا، من باش صحبت کنم. صلاح الدین جان چجوری قرآن رو حفظ کردی؟ حافظ کل قرآن. نه چجوری حفظ کردی؟ میدونم حافظ کل قرآن. حفظ کردم. آقا اصلا قرآن بپرسیم ببینیم قرآن رو چجوری میخونه. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نه بپرسیم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولا تقولوا على الله إلا الحق. این سختا شد. آقا آقای بوذری این قرآن من همینجوری باز میکنم. قال قد اجیبت دعوتکما. فاستقيما. الله اکبر. حامد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر. الله اکبر. الله اکبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. آقای حتی مکس هم نمیکنه واسه مکس هم نمیکنه. اصلا فکر نمیکنه. بپرسیم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واقعا شبیه معجزه است. آیه و سوره بپرسید. سوره نحل آیه 7. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. آية 2 سيرة الأنعام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تبترون. ما شاء الله. بالعربية. بالعربية. بذار من یه لیتمن قلبی بپرسم. آیه 98 سوره کهف. فقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله. رسالة جان. آقا یه لحظه وایسین. آقا تون میخوایم بریم. بسم الله. اینم قرآن. بسم الله الرحمن. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. تمام. بسم الله الرحمن وما قدر الله حق قدره. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بسم الله الرحمن. قل لا أملك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بسم الله الرحمن. قال علمها عند ربي في كتاب. ولا لا يضل ربي ولا انسى. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. بس دیگه. خب صبر کنین. بفرمایید. إن الساعة لآتية لا ريب فيها من أي سورة وما رقم الآية؟ کدوم سوره است این إن آیه؟ الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة غافر. الله. سورة رقم السورة 59. عجيب. حسنه بگیم والله. آقا سالک من هنوز نفهمیدم. حالا من الان به شما قرآن میگم. حفظ کرده یا قرآن حفظ شده؟ بذارید من سوال عادی ازش بپرسم. صلاح الدین با چی اومدی از اهواز تهران؟
چجوری اومدی تهران؟ رفت با چی اومدی؟ محفل. نمیتونه یک سوال رو کامل جواب بده، یک سوال ساده رو. دقت کنین، یعنی این دیگه هیچ چشم بندی و اینا نیست، اما قرآن رو اینجوری جواب آخه داد. حتی نیم ثانیه هم مکس نمیکنه تو پاسخ دادن به قرآن. اصلا حیرت آوره، اصلا حیرت آوره. به خدا دیوونه شدم من، اصلا موندم. من هنوز حافظ این خدا قرآن اصلا نمیدونه. نمیدونم این یعنی جدی هنوز به نفهمیدم خدا. قرآن حفظ کردی یا چی؟ آها این مهمه. چجوری آخه مثلا فقط شنیده؟ من یه بار دیگه میپرسم، صلاح الدین بله. قرآن رو چجوری حفظ شدی؟ حفظ شد. چی؟ حفظ کردم. چجوری؟ با کی کمکت کرد؟ زیاد شدیم. وای خدا، آقا با زیاد شنیدنم تو خونه نمیشه. کسی قرآن حفظ بود؟ وای خدا. چی؟ حفظ کردم. الله اکبر. الله. خب آقا نبی چند تا فرزند داری؟ تا دختر و 4 تا پسر. 4 تا پسر. صلاح الدین آخر شد. آخری. ختام و مسک. ختام و مسک. آره. انشاءالله. انشالله انشالله. ببینم جان میخواد بخونه چی کار الان داری؟ میخواد بگه ختام ختام هم مثل ختمه مسک. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آقا رسالت، مادرشون هم هست اینجا الان؟ آره مادرش و خواهرش باشه. هم هستن؟ مادرش هست، هم مادرش هست، هم خواهرش هستن. خب بگیم بیا. آمدیم گفتیم تماشا کنیم. خب تشویق کنین مادر صلاح الدین، خواهرای صلاح الدین. اینجوری فایده نداره، تشویق کنین. بفرمایین. ما یه صلاح الدینی اینجا داریم که 3 سالگی آقا نبی پدرش متوجه میشه که بیماری اوتیسم داره. صلاح الدین از پاسخ به سوالات عادی عاجزه، اما حافظ کل قرآن با این مدلی که اساتید پرسیدن، یعنی سرضرب داره سوالا رو جواب میده. حیرت انگیز حافظ قرآنه. أي سنة من عمره يعني لاحظت هذا الأمر أنه يتلو القرآن؟ أي سنة أنت يعني استعجبتي من هذا؟ في أي سنة؟ هو بلا 4 سنين حدود 5 هو يتعلم من التلفزيون، هم يعاين على التلفزيون كثير، حفظ القرآن من عندي. يعاين على التلفزيون كثير، يعني فقط التلفزيون نگاه میکنه زیاد. نه اصلا نمیشه همچین چیزی. یعنی تلویزیون صبح تا شب پخش کنه با این سرعت انتقال، یعنی تا ما هنوز من کلمه تموم نشده ادامهشو میخونه، حتی نیم ثانیه هم مکس نمیکنه. خب آقا نبی، شمایی که نه معلمی داشته صلاح الدین نه براش کاری کردین، چجوری کی متوجه شدین که صلاح الدین حافظ کل قرآنه؟ می نویسه تو روی دیوار می نویسه. چی می نویسه؟ آیه می نویسه. می نوشت. می نوشت داره. آقای بوزری از خواهر بفرم. سلام و عرض ادب دارم علیکم خدمت السلام. شما. ما هم سلام میگیم، خوش آمد میگیم، طاعت عبادت. و تو حفروتیم. آره و بذار طاعت ببینیم یه عبادت بالاخره یه قبول جا باشه، ولی کشف میشه اصلا چی شده. هم میفهمیم هم نمیفهمیم. کودک اوتیسم نمیتونه ارتباط برقرار کنه و نمیتونه صحبت کنه. یعنی یه جوریه که مثلا یه کلمه رو بهش بگی همونو منعکس میکنه، مثلا ضمیر و اینا رو اصلا متوجه نمیشه. اگه بهش میگی مثلا گرسنه‌ای میگه گرسنه‌ام، فقط همین. صلاح الدین خدا این نعمت بزرگ رو بهش داده که قرآن رو خودش حفظ کرد بدون اینکه ما یادش بدیم. چی میگن آقا؟ میگن مرزهای چیچی رو عوض جابجا کرد. تعریف ما اصلا از اوتیسم این نبود. داد یه جوری بود که مثلا یه مداد میگرفت، مالا ما درس میخوندیم، اون یه مداد میگرفت مینوشت توی دیوار آیه ها رو مینوشت با دستخط، یعنی شبیه دستخط قرآنی مینوشت. غیر قرآن چیز دیگه مینوشت؟ بیشتر آیات قرآن، چیزی نمینوشت. بعدن که دیدیم مثلا بردیمش مدرسه و ازش پرسیدیم، دیدیم که کامل خوندن و نوشتن هم بلده، قرآن هم حفظ کرده. قرآن رو حفظ کردن. بله. قرآن به قلبش رسیده. بله. خب وعلمناه من لدنا نعم أستاذ، كمان من أستاذ أحمد.
وعلمناه 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 من لدنا علما. حسنين أستاذ حسنين. وعلمناه من لدنا علما. الله الله. شما هم خودتون رو معرفی کنی؟ فاطمه سواری هستم، خواهر صلاح الدین. پدر جان این بچه ها رو کجا بردین؟ سفر این طرف و اون طرف؟ میکروفون بالا. نه ما اهل سفر نیستیم. چرا؟ شاهدین اولین بار میان تهران. کجا دوست دارین برین؟ مشهد مثلا. کجا؟ مشهد. با من کل خانواده. کل خانواده با من افتخاره برای من. سب دوم مشهد رفتین تا حالا؟ من رفتم بچه هم نرفتم. بچه ها تا حالا مشهد هم نرفتن؟ ای وای. هیچ کدومتون مشهد نرفتم. مادر نرفتن؟ شما رفتین؟ شما رفتین؟ نه نرفتم. صلاح الدین؟ هم نرفتم. همه خانواده مهمون مشهد. مشهد امام رضا. من قابل نیستم. شما وسیله‌ای. من وسیله ان شاء الله که باشم. مشهد. آره مشهد خوب. مشهد خوب. آمدم این شاه هم بده خند امانی ز گناه هم بده. ای حرمت ملجأ درماندگان، دور ملان از در و راه هم بده. خب بفرمایید مادر، بفرمایید مادر جان بفرمایید. آقا رسالت جا فادخلوها من ابوابها. اینها باید اذن را از حضرت امام جواد بگیرن. آفرین آفرین آفرین. پدر شما که نزدیکین به کربلا مشرف رفتین؟ بچه ها رفتن؟ نه فقط من. بچه ها کربلا نرفتن؟ نه مادر شما نرفت؟ نرفت. این واقعیت. ما از همه خانواده. ممنون حسنه. یا حبیب. ممنون. همه خانواده؟ همه خانواده. این دوتا کربلا این و دوتا. بقیه عتبات عالیات عراق. این دوتا. آقا رسالت بقیه عتبات. بله کامل. دیگه منظور کامل. عتبات. فاطمه خانم بفرمایید. خواهرم 14 سالگی یکی از شبکه‌های چشمش پاره شد و یکیشون کور شد. بعد توی 20 سالگی چشم دومش رو از دست داد. بازم عصب شبکیه‌اش پاره شد که عملش فقط تو شیرازه و ما نتونستیم عملش کنیم که بتونه ببینه. عمل کنه خوب میشه یعنی؟ بله. کاملا بینایی برمیگرده؟ میگن که تو شیراز همچین چیزی. چرا تا حالا عمل نکردین؟ هزینه ها. اون با محفل. خب اونم با محفل. آفرین. میگه صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. همش برکت قرآن. همش برکت قرآن. همش برکت قرآن. هر چه کردم همه از مایی در کار نیستا. همه برکت قرآنیه که تو سینه این پسره. همش الحمدلله. این هذا کان لکم جزاء و
ما شاء الله استاذ حسنين ما شاء الله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. آقا نبی روشنمون کردی، با این خانواده روشنمون کردی، خدا وکیلی. خدا عشق دلتو کردی. روشن کنه. آقا عشق کردیم. رسالت یه نکته همیشه شما میگی حالمون با محفل خوبه. واقعا امشب این محفل و اون حال و اون قرآن و اون صفا و عشق و همه رو به ما نشون انگار داد. خدا رو دیدیم یه لحظه. آره. جدی ها. خدا درست دست- حاج احمد؟ دست قدرت خدا رو. الله اکبر. تا خانواده آقا نبی سواری برم بشینن، به نظرم بیوقفه تشویقشون کنم. خوش اومدین، ایشالله سلامت ببینیمتون. یا علی. آخرین رساله. نیفته. همه ایستاده، خوش همه بگذارم ایستاده، مسئله همه کربلا. ایستاده کف مرتب نوکرتم. پیوسته.